السلام علیکم. آرادانی دارم. یک بچه ایرانی که من اگر 15 ساله اگر ما کم ترک دادم باشه دست خیریه که ماست منو به همی بردادیم نستم کریدم یا بودگه برام چه کنی 15 سال شد من بریش دارم دیگه نمیرسه شرایطون کمه برای همین خاطر که نسوزه یکان چیزا چه خانه شود نمیخوام رسمی برمی برم کافی طلب پرزنده میدان طلب مکتبه پدرش هستن کسی برش نمیرسه سکمه برگه برمیش چپش کنه اگر یکی باز منو کمک کرد دست که خیلیت داشته باشه فمو یادم که من فرزنده یا برگه برمی چنین کنه خیلی هم سلامتی من ایدست داده ای ساتم دور نمیرسه دیگه کم ترک باید شود که راه بگرده برای من آسون شود و این تو چیز حجت عیانه و حجت و بیانش نیست که نشتی تدرین کفاست بسته کنه یکم سده برشنما برای نیسته برای میخواد که تدرین یعنی کلیک کرسته یکم سیه نمیفهمه خودن نمیتونه گفت زدن نمیتونه رگشتن نمیتونه عقلی سالم نداره من اول پیش کم ترک شرایطم ساز بدم میدب بدم کودکم لیچینش میکرد خیلی بهبودی داشازی سلامتیش خیلی همین درین کلیک کرد طاقت خیلی نمیدن زوم با لیچینش نمیرسد لیچینش کنید فرزم مامودا نه نگشتم میتونم نگردم نه خوبم میتونم در روسیه با ایشیا میمونم هر ساعت دون شکلی خداوند گی فرزنده دفعه ساره ایشا مینه در روسیه با میتکشونه کم میبرم شویمش میوره میمونیمش شرایطی نداریم که هم برگه برم دیچینش کنیم خیلی باز مینو که کمک کرد همین فرزندی من یادم کنیده برم دیچینش کنیم همین کم ترک به من آسون داود که با بری نبورده و شیشتش بتونیم